محترم بنیادگران نیروی برقیابی راهون، حاضرین گرامی، در جریان شناسایی با وضع کارها که ما دیروز در منطقه ساختمان انجام دادیم، معلوم گردید که نشان دهنده تا امروز به دست آمده نسبت به بازدید سال گذشته خیلی بهتر به نظر رسید میباشد. بنابراین به همه شما که در این میدان سازندگی و بنیادکاری با متانت و شجاعت و احساس وطنداری زحمت بکشید، اظهار سپاس می‌نمایم. سلام علیکم. در شرایط کنونی جهانی معاصر که مسئله امنیت انرژتیکی به یکی از هدف‌های اساسی هر یک دولت تبدیل یافته است، به انجام رسانیدن ساختمان نیروی برقی آبی راهون و پوره به استفاده دادن اقدارهای آن برای کشور ما اهمیت حیاتی و سرنوشت ساز دارد. یعنی با بنیاد کردن و پوره به کار انداختن راهون ما امروز و فردای آبادی تاجیکستان و زندگی با سعادت نسل‌های امروزه و آینده را تأمین می‌کنیم. برای تأمین کردن رشد استوار اقتصادی ملی و قانع نمودن طلبات روز افزون اهالی کشور، استحصال هرچه بیشتری نیروی برق از جمله وظیفه‌های اولین درجه ما و شما به حساب می‌رود. دو اگریگات اولین نیروی راهون از ابتدای به استفاده تا امروز 9.1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال کرده است که مبلغ آن 2.1 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. سال آینده عوض نمودن چرخ‌های کاری موقتی اگریگات‌های پنجم و ششم به چرخ‌های کاری دائمی در نظر است و با عملی گردیدن این اقدام حجم استحصال نیروی برق باز هم افزایش می‌یابد. چرخ‌های کاری دائمی از جانب شرکت فایت گیدروی کشور استرالیا استحصال گردیده به میدان ساختمان وارد کرده شدند. حاضرین گرامی، تأمین نمودن سرعت و صفت کارهای ساختمان نیروگاه اینچنین در سطح بلند و با رعایت استانداردهای بین‌المللی تیزانیدن بنیاد سربند و در مهلت‌های مقرر گردیده به استفاده دادن اقدارهای نوبتی نیروگاه حتمی و ضرور میباشد. دیروز در خود سربند هم با کارگران، مکانیزاتوران، رانندگان، ساختمانچیان ما صحبت خیلی سودمند و صمیمی داشتیم. حکومت مملکت در سال 2024 برای اجرای کارهای ساختمان نیروگاه از حساب بودجه دولتی جدا کردن 2.8 میلیارد سومانی را به نقشه گرفته بود، ولی با در نظر داشت اهمیت استراتژی انشاءات راهون با دریافت مبلغ‌های اضافی از حساب سرچشمه‌های داخلی برای تیزانیدن جریان کارها در مجموع 4.8 میلیارد سومانی مبلغ روانه نمود. این سال گذشته قریب 500 میلیون دلار در یک سال از حساب بودجه دولتی از آغاز سال 25 برای کارهای انجام یافته از حساب مبلغ‌های بودجه 4.3 میلیارد سومانی پرداخت علاقه گردیده است. در مجموع از سال 2008 تا امروز از جانب حکومت مملکت برای انجام دادن کارهای ساختمان نیروگاه از حساب بودجه دولتی و دیگر منبع‌ها بیش از 48 میلیارد و 100 میلیون سومانی مبلغ روانه کرده شده است. قریب 5 میلیارد دلار. حالا در انشاءات نیروگاه 18,300 نفر کارگران و کارمندان مهندسی و تکنیکی فعالیت داشته، شماره ماشین و مکانیزم ها به 3,721 رسانیده شده است. از جمله طی دوره سالهای 2024 و 2025
برای صورتبخشی کارهای ساختمانی با میدان ساختمان 443 ماشین و مکانیزم‌های نو وارد کرده شدند. حاضرین محترم، کارهای ساختمانی نیروگاه با لات‌های علایده تقسیم شدند که عمل نمودن آنها به همدیگر وابستگی بی‌واسطه دارد. یعنی قفامانی در یکی از لات‌ها باعث قفامانی کارها در دیگر سمت‌ها می‌گردد. بنابراین فرمایشگر جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون و نمایندگان فرمایشگر را ضرور است که جریان کارها را در بین لات‌ها منتظم تنظیم و هم آهنگ نمایند. وابسته به لات یک ذکر باید کرد که ترانسفورماتور گیدرو اگریگات چهارم از جانب شرکت پودرچی فایت گیدروی آسترا استحصال و ماه ایولی همین سال به موضع نیروگاه وارد کرده شد. از ماه ینور سال 2025 کارهای آماده سازی چرخ کاری گیدر اگریگات چهارم در کارخانه شرکت فایت گیدرو ادامه دارند. اینچنین ماه ینور سال جاری در آزمایشگاه شرکت فایت گیدرو واقع در جمهوری آلمان با اشتراک فرمایشگر، نماینده فرمایشگر، نمایندگان بانک عمومی جهانی و کارشناسان مستقل آزمایش مدل توربین گیدرو اگریگات های یکم و سیوم گذرانیده شده است. طبق نقشه موافقه گردیده شرکت فایت گیدرو نه دیرتر از ماه سپتامبر سال 2027 وصل و نصب گیدرو اگریگات چهارم را به انجام می‌رساند. لات دو یعنی ساختمان سربند نیروگاه که از انشاءات اساسی و مهم به حساب می‌رود به عهده شرکت ایتالیایی ویبیل واگذار شده است. دیروز ضمن بازدید مشاهده کردیم که روند کارهای ساختمان سربند از لحاظ تشکیلی و صورت خیلی خوب جریان دارد. از معلومات پیشنهاد شده برمیاد که کارهای خوابانیدن شغل و گلخاک و فیلتر را در سربند با در نظر داشت بتون کوبیده تا 1104 متر از سطح بر و بلندی 1139 متر اجرا گردیده از آغاز ساختمان 33 میلیون و 700 هزار متر مکعب مواد خوابانیده شده است که 42% حجم کارهای لایحه‌ای را تشکیل می‌دهد. تنها از ماه اکتبر سال گذشته تا امروز خوابانیدن مواد در سربند در سطح 1104 متر با بلندی 91 متر در حجم 12 میلیون و 700 هزار متر مکعب اجرا گردیده است. از لحاظ حجم کار خیلی بزرگ است. قدرت و توانایی انسان و تکنولوژی حاضر زمان چیست؟ باید گفت که تا 9 سپتامبر روز جشن 34 سالگی استقلال دولتی سربند به نقطه 1110 متر از سطح بر رسانیده بلندی آن به 145 متر برابر می‌گردد. 50% قریب 50%. کارهای سیمیتاسیون مستحکم کننده پهلوی راست و چپ منطقه یادروی سربند تا 1100 متر از سطح بر با 5233 چاه به درازی 113192 متر و سیمیتاسیون پرده آبند با 391 چاه و درازی 12922 متر به انجام رسانیدند که 90% آنها در سال 2025 اجرا گردیدند. کارهای نقب‌کنی و بتونخوابی در نقب‌های سیمیتاسیونی قبط‌های یکم، دوم و سوم ساحل‌های راست و چپ تکمیل لایحه به انجام رسیده. اجرای کارهای سیمیتاسیون مستحکم کننده 94% حجم لایحه را تشکیل داده است. کارهای نقب‌کنی و بتونخوابی در نقب‌های سیمیتاسیونی قبط‌های چهارم و پنجم ادامه دارند. شرکت ویبیل را ضرور است که با بلند برداشتن سربند در مهلت‌های مقرر گردیده آبگیری آب انواع را تا آخر ماه سپتامبر سال جاری
در سطح 1100 متر تامین نماید. این امکانیت می‌دهد که در موسم تیرما و زمستانی سالهای 2025 و 26 از حساب آب در آب انبار ذخیره شده استحصال 250 تا 400 میلیون کیلووات ساعت برق علاوه‌ای به مردم تامین گردد. برابر با قریب که اقتدار نیروهای برقی آبی سنگتوده یک می‌شود. این کارا کرده مانده. هدف چیه؟ هدف که هرچی زودتر ما در سال 2027 استقلالیت انرژیتی دولت خود را تامین نماییم. شرکت ویب با استفاده از باد هوای مساعد باید کارها را با رژه شبانه روزی راه اندازی نماید، شماره ماشین و مکانیزم ها را زیاد کرده، ذخیره حجم ضروری مواد سربند را تامین و برای استفاده ثمرناک از خط کنویری تدبیرهای عملی اندیشه. وقتی هوا گرم است کاری که یک روز ما به انجام میرسانیم در این فصل ما در فصل زمستان در 10 روز به انجام رسانیده نمیتوانیم و صفتش هم پس میشه. کارهای ساختمان انشاءات ساحلی راست یعنی لاتیسی از جانب شرکت وطنی تاجیک هیدرو الکترومنتاژ اجرا گردیده ایستاده است. نقب ساختمانی قبل 4 مستحکم کنی برآمدگاه نقهای آپارتو در سطح بالای نقهای آپارتوی سطح حوزی موج شکن نقهای آپارتو، تجهیزات هیدرومکانیکی نقهای آپارتو، نقهای سیمیتاسیونی راه و نقهای نقلیاتی T23 و T39 با انشاءات لاتیسی منصوب می باشد. این ما دیدن کردیم. کارها را صورت بخشیدنده کار. شماره کارگرها هست صورت بخشیدنده کار. تا 5-6 دکر باید شما نقب 4 و همه کارهایی که وابسته به نقب 4 است پورا باید سپارین. ما نیروگاه را برای 1 سال و 2 سال بنیاد نکرده ایستادیم. برای 1000 سالها، برای ملت خود، برای خلق خود فریب کردیم. ما خودمون فریب میکنیم. فرزندانمون، نبیرهامون فریب میکنیم. در نقب ساختمان قبط 4 تا امروز کارهای نقب‌کنی و مستحکم کنی موقتی انجام داده شدند و کارهای ارماتوربندی و بتانخوابی ادامه دارد. اینچنین کارهای تحقیقاتی در حالت مخصوص گیولوژی قرار داشته و نقب آبپرتوی سطح بالای رقم 1 از جانب شرکت مذکور ادامه دارد. شرکت تاجیک هیدرو الکترومنتاژ را ضرور است که نقب ساختمانی قبط 4 را با تمام اقتداریان تا 20 دکبر سال 25 برای استفاده آماده نماید. در انشاءات ساحل چپ نیروگاه که منصوب به لات 4 می باشد اجرای کارهای خاکبرداری و مستحکم سازی از 1052 تا 1570 متر از سطح بر ساختمان و وصلگری در نقهای آبرسان و سیمیتاسیونی تالار ماشین ها، نقهای جابنده و بینای ترانسفورماتورها از جانب کارخانه های قدرتی با صورت ادامه دارد. تا امروز در انشاءات آب قبول کنک‌های دائمی کارهای خاکبرداری، بتان پاشی، گذاشتن انکرها، بتان خوابی و پرمگری چاه‌های زهکش از 20 تا 92% اجرا شدند. در تالار ماشین ها موضع اگریگات های 1، 2 و 3 وصل نصب زان و قبور و خانوس اگریگات ها انجام یافته بتان خوابی اطراف آنها ادامه دارد. در بینای ترانسفورماتورها کارهای ساختمان پورا به آخر رسانیده شده. کارهای آمادگی برای وصل نصب ترانسفورماتور بلند شدت اگریگات 4 ادامه یافته ایستادند. شرکت های ذکر شده را ضرور است که برای در مهلت های مقرر گردیده و با صفت بلند انجام دادن کارهای بر محل طبق لات 4 و ذمه آنها گذاشته شده تدبیرهای علاوه‌ای اندیشه. خاطر از آن می نمایند که برای رسیدن به مرحله به استفاده دهی اگریگات های نوبتی هنوز اجرای کارهای زیاد ضرور می باشد. از جمله
در انشاءات ساحل چپ قریب 70,000 متر مکعب کارهای بتون خوابانی، تقریبا 200,000 متر طولانی کارهای پرمگری و گذاشتن انکر ها، اینچنین 100,000 متر طولانی کارهای سمنتاسیونی باید انجام داده شوند. از این لحاظ مسئولین را ضرور است که مسئله های وابسته به انتخاب شرکت های قدرتی را توسط آزمون بین المللی هرچه زودتر حل و فصل کرده برای سریع وقت و راه ماندن کارهای مربوط و لاتیچار چاره‌جویی نمایند. بارها گفتم و تکرارا تاکید می نمایم که کارها در نیروهای برقی آبی راغون باید در سطح عالی با استفاده از مصالح ساختمانی با صفت، تکنولوژی های پیشرفته و استانداردهای جهانی انجام داده شوند. ما باید استواری و مستحکمی انشاءات بلندترین هیدروانرژتیکی دنیا سربند راغون را همه جانبه و با اعتماد تأمین نماییم. با این مقصد از سال 2010 تا امروز در این انشاءات 4625 نامگوی اسباب‌های سنجش و چین‌کنی وصل و نصب شدند و برای سنجش مواد و مصالح ساختمان آزمایشگاه‌های مجهز در اختیار فرمایشگر ساختمان و پدرچیان قرار دارند. ساختمانچیان محترم، حکومت مملکت به حل مسائل اجتماعی اهالی که از منطقه زیر آب شونده کشانیده می شود توجه دائمی ظاهر نموده در این سمت تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. مدیریت منطقه زیر آب شونده تا امروز 15400 نفر اعضای عائله های در مرحله یکم و دویم منطقه زیر آب شونده قرار داشته را از ناحیه نورآباد و شهر راغون در ناحیه‌های دنغره، نورآباد، رودکی، فیض‌آباد و شهرهای ترس و زاده و راغون با منزل‌های دائمی زیست و قطعه‌های زمینی نزدیک‌اولگی تأمین نموده است. در دوره سال‌های 2011 و 2025 برای بنیاد انشاءات انفراستراکچوری در موضع‌های نو زیستی مهاجران طبق نامگوی انشاءات از حساب مبلغ‌های متمرکز بودجه دولتی ساخته شونده 725 میلیون سومانی جدا گردیده است. علاوه بر این در دایره سازشنامه بین حکومت تاجیکستان و اساسیاسیون بین المللی رشد باز 233 میلیون سومانی برای جبران ارزش خانه و دیگر اموال مهاجران روانه کرده می شود. همچنین برای ساختمان راه‌های ماشینگرد بین دیه‌ها در ساحل چپ آب انبار راغون با درازی 55 کیلومتر با مبلغ 280 میلیون سومانی بین حکومت تاجیکستان و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری انفراستراکچوری سازشنامه قرضی امضا شده است که از جانب مدیریت عملی می‌گردد. کوچانیدن خط علاقه نوری و نخی از منطقه زیر آب شونده چاره‌بینی دیگری آماده نمودن منطقه زیر آب شونده است که باید از جانب جمعیت سهامی تاجیک تلکام عملی کرده شود. در ساحل راست آب انبار نیروگاه در منطقه آبیگرم نورآباد در دایره لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری 75 کیلومتر راه بین المللی، 75 کیلومتر راه‌های محلی بین دیه‌ها، داخل دیه‌ها، 11 پل نو با درازی 1 کیلومتر، 3 نقب با درازی قریب 6 کیلومتر با مبلغ عمومی بیش از 3 میلیارد سومانی دیروز رسما به استفاده داده شد. این قیمت‌ترین بنیاد راه نو در جمهوری تاجیکستان. $300 میلیون امریکایی، باز 88 قریب میلیون دلار فقط پولی بالای دایره قریب 400 میلیون دلار که راه با ناز نگاه کردن در کار برای عصرها ساختیم. بسیار منظرهای زیبا است. مهمانخانه ها کنین، آشخانه ها کنین، چای خانه های حاضر زمان کنین.
که ملت تاجیک ملت فرهنگی است و مخصوصا زمیندار بود. خانه ها نمیتابد در درون باغ هستند. این فرهنگ ملت تاجیک است. اصلا همین خیلی است آباد کردن دولت و ملت تاجیک ها فرهنگش همین است. هنرمند نموده کار، همه چیز ذوق داشتن در کار. همین ساختمان راغوندم اگر ذوق نمی داشتیم، اگر ساختمانچی ما را دستگیر نمی کردن، به این روز ما نمی رسیدیم. همزمان با این منفرش کردن 11 کیلومتر راه ماشینگردی دارای اهمیت جمهوری در قسمت گردش از شهرها تا درآمد به مرکز شهر راغون با سطح و صفت بلند عملی گردید. علاوه بر این در سال 2025 ساختمان یک پل بزرگ از بالای آب انبار راغون با درازی 920 متر با مبلغ عمومی 800 میلیون سومانی آغاز گردیده است که سال 2027 به استفاده داده می شود. قابل ذکر است که شرکت تاجیک هیدرو الکترومنتاژ از حساب خود برای با آب نوشاکی تامین کردن شهر راغون با کندن 3 چاه عمودی با مسافه قریب 7000 متر خط آبرسانی ساخته به استفاده داده است. حاضرین گرامی، حکومت تاجیکستان در برابر مبلغ‌زایی منتظم نیروهای برقی آبی راغون از حساب بودجه دولتی با مقصد هر چه زودتر به انجام رسانیدن ساختمان این انشاءات بزرگ جهت جلب مبلغ‌زایی علاوه‌ای از حساب سازمان‌های بین‌المللی مالیوی و دیگر شریکان رشد تدبیرهای مشخص را عملی نموده ایستاده است. از جمله از سال 2020 همکاری با بانک عمومی جهانی برای مانده شده است. در این مدت در دایره تهیه ساختار مبلغ‌زایی با نمایندگان بانک عمومی جهانی و دیگر شریکان رشد بیش از 300 واقعی مستقیم و مجازی دایر گردید که در آنها مسائل عاید به تامین بی‌خطری سربند، اکولوژیا و اجتماعیات، مسائل حقوقی و قراردادی، تحقیقات گوناگون تکنیکی و مهندسی لایحه و مانند آنها بررسی و محاکمه شدند. در نتیجه همکاری‌های ثمربخش تا امروز برای مبلغ‌زایی انشاءات از جانب بانک عمومی جهانی در حجم عمومی 650 میلیون دلار قرار قبول گردیده سازشنامه گرانتی برای مرحله یکم لایحه به مبلغ 350 میلیون دلار به امضا رسانیده شد. علاوه بر این سازشنامه‌های قرضی امتیازناک با بانک آسیایی سرمایه‌گذاری انفراساختاری به مبلغ 500 میلیون دلار با بانک اسلامی رشد و اعضای گروه هماهنگسازی عرب، فوند سعودی، فوند کویت و فوند اوپک با مبلغ عمومی 450 میلیون دلار و 22 آگوست سال جاری با فوند رشد قطر با مبلغ 50 میلیون دلار با امضا رسانیده شدند. حالا با مقصد بستن سازشنامه‌های گرانتی و قرضی با مبلغ عمومی 1.7 میلیارد دلار گفت و شنیدها با بانک آسیایی رشد، بانک اروپایی سرمایه‌گذاری، اتحادیه اروپا، بانک دولتی سرمایه‌گذاری ایتالیا، فوند رشد قطر و دیگر سازمان‌ها ادامه دارند. حاضرین ارجمند، با مقصد در مهلت‌های مقرر گردیده به استفاده سپاریدن انشاءات فاصلوی و اقتدارهای نوبتی نیروگاه راغون، اینچنین اعتبار قانونی پیدا نمودن سازشنامه‌های امضا شده و هرچه زودتر دسترسی پیدا کردن به مبلغ‌زایی و مسئولین سپارش‌های زیرین داده می‌شود. یکم، شورای ناظران جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون برای در مهلت‌های مقرر گردیده به استفاده سپاریدن انشاءات فاصلوی و اقتدارهای نوبتی نیروگاه تدبیرهای علاوه‌ای ضروری اندیشد. دوم، ستاد جمهوری عاید به ساختمان و به استفاده دهی اقتدارهای نیروگاه برقی آبی راغون اجرای حتمی کارها را طبق جدول تصدیق گردیده در سطح ضروری برآماند و هم آهنگسازی آنها را تحت نظارت قطعی قرار دهد. سوم، جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون
در سال 2026 جهت با چرخهای دائمی عوض نمودن چرخهای کاری موقتی گیدرواگریگات‌های پنجم و ششم تدبیرهای عملی اندیش. چهارم جمعیت سهامی نیروی برقی آبی راغون یکجا با پودرچی لات دو کارهای برداشتن سربند را در سال 2026 به 1155 متر از سطح بر و آبگیری آب انبارا تا 1140 متر و در سال 2027 به 1175 متر و آبگیری آب انبارا تا 1165 متر راه اندازی نماید. پنجم جمعیت سهامی نیروی برقی آبی راغون و نماینده فرمایشگر در دایره لات 4 جهت آغاز کارهای ساختمان و وصلگری برای گیدرواگریگات‌های سیوم و چهارم در آب قبول کنک‌های دائمی شقت‌ها و آماده سازی دروازه‌ها در موافقه با بانک عمومی جهانی و بانک اسلامی رشد چاره‌جویی نمایند. ششم جمعیت سهامی نیروی برقی آبی راغون و نماینده فرمایشگر در موافقه با سازمان‌های مبلغ‌زار جهت آغاز نمودن کارهای ساختمان حوض موشکن نقای آبپرت‌های ساحلی راست و هرچه زودتر آغاز کردن کارهای زمینی و نقب دائمی آبپرت‌های سطح بالای رقم 1 تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. هفتم جمعیت سهامی نیروی برقی آبی راغون در دایره لات 1 با شرکت فاید گیدرا برای تا ماه سپتامبر سال 2027 به کار درآوردن گیدرواگریگات چهارم چاره‌های ضروری و فوری اندیش. هشتم گروه تطبیقی لایحه‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی جهت هم آهنگسازی کارها با کمیسیون عاید به گذراندن آزمون‌های بین‌المللی برای ساختمان انشاءات نیروی راغون وزارت اداره داخلدار، شرکت‌های مشورتی، گروه کارشناسان، بانک عمومی جهانی و دیگر شریکان رشد تدبیرهای ضروری را راه اندازی نمایند. نهم وزارت مالیه و گروه تطبیق لایحه‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی یک جا با وزارت اداره مربوطه همکاری را با سازمان‌های بین‌المللی مالیوی و دیگر شریکان مبلغ‌زار گسترش بخشیده برای هرچه زودتر دسترس نمودن مبلغ‌های پیش بینی کرده آنها چاره‌جویی نمایند. دهم وزارت مالیه برای پرداخت سری وقتی مبلغ کارهای انجام یافته و خریداری مسائل ساختمان، تجهیزات و مواد سوخت اینچنین پرداخت جبران پولی اهالی از منطقه زیر آب شونده کوچانیده شونده تدبیرهای ضروری و سری وقتی اندیش. 11 مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آب شونده نیروی برقی آبی راغون یکجا با وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نویای انتقال دهنده و قبول کننده مهاجران کوچانیدن اهالی را از منطقه زیر آب شونده در سطح ضروری برآمانند. همچنین جهت به کار تامین نمودن مهاجران کوچانیده شده تشکیل کورس‌های کسب آموزی برای آنها با عائله‌های کوچانیده شده جدا کردن قطعه‌های زمین برای تشکیل خواجگی‌های دهقانی مساعدت نمود. 12 خدمات علاقه یکجا با جمعیت تاجیک تلکام و دیگر تشکیلات‌های داخلدار کوچانیدن خط علاقه مخصوص نوری و نخی را از منطقه زیر آب شونده راغون در مهلت‌های معین کردیده تامین نماید. 13 وزارت مالیه گروه تطبیق لایحه‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی و مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آب شونده نیروی برقی آبی راغون سری وقت و با صفت بلند عملی نمودن لایحه بنیاد راه ماشینگرد 55 کیلومتری ساحلی چپ آب انبار را با در نظر داشت بلند گردیدن سطح آب انبار نیروگاه تامین نمایند. خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کاری برای پیشگیری کردن حالت‌های صدمه در انشاءات و تامین نمودن به خطری ساختمانچان نیروگاه چاره‌بینی‌های علاوه‌گی را راه اندازی نموده
назорат ро дар ин самт тақвият бахшанд. 15 вазорати нақлиёт, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо корҳои сохтмони пули бузург аз болои обанбори Роғунро вусъат бахшанд. 16 Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон дар хусуси бо роҳхато ба осоишгоҳу истироҳатгоҳҳо таъмин намудани сохтмончиёни нерӯгоҳи Роғун чораҷӯӣ намоянд. муҳтарам бунёдгарони нерӯгоҳи Роғун, бори дигар иброз медорам, ки шумо дар раванди бунёди нерӯгоҳ воқеан матонату шуҷоати бесобиқа нишон дода сохтмони бузурги асрро, ки ифодагари ормонҳои мардуми шарифи Тоҷикистон аст, ба майдони нангу номуси миллӣ арсаи ватандорию ватанпарастӣ мубаддал кардед. Роғун козори воқеӣ нангу номус ва арсаи ҳақиқии корнамоиву фидокорӣ ба хотири ободӣ ва ояндаи дурахшони Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. шумо дар хотир дошта бошед, ки саҳматон дар сохтмони ин иншооти барои имрӯзу фардои ватан ҳаётан муҳим аз ҷониби наслҳои оянда чун намунаи заҳмати содиқона ба хотири рушди ватан ва давлати соҳибистиқлоли тоҷикон эътироф ва қадрдонӣ хоҳад шуд. ҳамеша комёбу муваффақ бошед бунёдгарони иншооти тақдирсози ватан. саломат бошед. пас аз суханронии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рафти корҳо дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода гузориш дода, аз ҷумла иттилоъ доданд, ки корҳо дар ҳамаи самтҳо бо маром идома доранд. изҳори бовару дилпурӣ намуданд, ки ҳамаи супоришу тавсияҳои пешвои миллат барои то моҳи августи соли 2027 расидан ба истиқлоли энергетикии кишвар саривақт ва бо сифати баланд иҷро мешаванд. аҳсан, ман дар ҳамин сохтмонам мебинам киё навовар ҳастанд, роҳбари кадом ширкатҳо таваҷҷӯҳ мекунанд ба кадрҳои ҷавон барои бозомӯзии онҳо. ширкати норакибосоз Азимов. аҳсан, аз аввали сохтмон тамоми технология ва таҷҳизоти ҳозиразамони нақбкании сохтмониро дастрас кардааст ва худи мутахассисоне, ки дар дохил хатм кардан, онҳоро дар ҳаминҷа курсҳои бозомӯзӣ карда ин технологияро аз худ кардан кор фармуда истодааст. Роғуна ба инобат гирифта, 5 ноҳияро ба инобат гирифта, дар ҳамин шаҳри Роғун якта маркази бозомӯзӣ сатҳи байналмилалӣ ташкил карданд, ки дар як сол то 2-3 ҳазор шаҳрвандора соҳиби касб, соҳиби кор, сертификати ино тамоми дунёда қабул аст. кадом давлати раве нишон метӣ корда қабул мекунанд. дар ин ҷо бештар бо соҳаи энергетика аст. 3 моҳ 6 моҳ яксолаш нест. ҳам занҳо ҳам мардо ҳам духтаро бисёр касбое ҳаст, ки омӯзгоро ҳатто аз хориҷа як асбоб овардааст, 12 сантиметра оҳан об қатӣ буриш мекунад. қувваи об барқатӣ не. сурат бахшидан ба корҳои сохтмонӣ аз ҳамаи технологияи ҳозиразамон истифода кардан. Зуваидов ҳам аст, ин кас ҳам солҳои тӯлонӣ хизматҳои хеле хуб кардан. саломат бошед. ТГМ ҳам бештар нақлиётҳои ҳозиразамон куҷоида баромада ворид карда истодааст. раҳмат. ина шумо ҳам ҷавон ҳастем, ки шумо бинем. раҳмат шумо. ба ҳамаи шумо саломатӣ, муваффақият барори кор.